از خودم متنفرم که در واقع این ظلمو دارم میبینم، این اجحافی که داره به مردم میشه رو میبینم و نمیتونم بگم. باور کنی حس مشترک بین خیلی بود. من وقتی این بچهای نوجوان رو میدیدم که تو خیابون با شجاعت اینجوری وایستادن جلوی این جماعت، بچهای مثلا 18 ساله 19 ساله دختر پسر اینجوری دارن قد علم میکنن، خجالت میکشیدم از خودم. باور کن خیلی از این جوانای ما الان توی کف خیابون دارن با باتون میجنگن، با گلوله میجنگن، گلوله جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای دارن میجنگن، به همون که میبینیم که تا الانم خیلی هاشون متاسفانه کشته شدن، خیلی خانواده‌ها عزادار شدن. تو سیستم و حکومتی که هیچ حد و مرز اخلاقی برای خاموش کردن صدای مخالفش نداره، سراغ خانواده هاشون میرن. گفتم توی این مملکت همه چیز شوخیه، همه چیز شوخیه و همه چیز جهان چهارمیه، جهان سومی هم نه. یعنی تو با یه سیستمی سر و کار داری